از قرارگوی مرکزی رادیو آزادی در پراگ ساعت با وقت اینجا رسیده است و بازم شالای گلخوجه هستم چون هر روز در همین وقت در خدمت شما با سرخط خبرهای روز و قبل از آن که به این سرخط توجه کنیم همه شما بینندگان عزیز رو با روز غلبه تبریک میگم و خدا کند که همه ما در زیر آسمانی صاف و بدون نیزه و جنگ به سر بریم. خب فراموش نکنید که ساعت یک با وقت پراگ ما برنامه خبری هم داریم که در همین جا در آزادی ویدیو تقدیم شما بینندگانی بنهایت گرامی ما می شود و من باوری دارم که شما ما رو تنها نمیگذارید چون همیشه و تا اون وقت هم هر خبر، نظر و ویدیو عکسی که دارید لطفاً در اختیار ما بگذارید. ما از همه شما سپاس میگیم برای توجه و برای همکاری. خب هیچ کس و هیچ چیز فراموش نمی شود. امروز از خاتمه جنگ دوم جهانی 74 سال میگذرد و تنها از تاجیکستان در این جنگ صدها هزار نفر اشتراک کرده و جان ده ها هزار نفر را آن برده است. دهشت این جنگ بیش از با گذشت این همه سالها تا هنوز همه را در خاطرش هست و چی اشتراکچیان و چی سابقه داران آن و همچنین نسلی که امروز به وایه میرسد این نسل را نیز دهشت آن جنگ تکان میدهد. و خب امروز برای تجلیل از روز غلبه در پایتخت تاجیکستان چهاره‌بینی‌های جشنی تشکیل شدند. همکاران ما در برنامه خبری کوشش میکنند که از حال و هوای جشنی و همین گونه از برگزاری پولک جاویدان به شما گزارش پیشنهاد نمایند و مطمئنم که شما این گزارش رو حتما تماشا خواهید کرد. از یک پیروزی دیگر هم میگیم که 13 سال برای حق تلاشی دوام کرده است. دادگاه عالی روز گذشته به بحث دوامداری 2001 خانواده بر سر منزل نقطه گذاشته است. یکی از جانبهای بحث عمر علی سعید است که میگوید 13 سال عمرش را برای ثابت کردن قانونمندی منزل و صاحبی به آن سپری نموده است و او میگوید که بالاخره به عدالت دست یافت. در رادیو آزادی ماه گذشته اگر شما در خاطر داشته باشید درباره این ساکن شهر دوشنبه گزارش نشر کرده بود که در آن گفته میشد سرسانی عمر علی سعید پس در مقامداران تاجیک بعد آن آغاز یافت که همسر دومی برادرش خانه آنها را همچون میراث شوهر از خود نموده است. حکم دادگاه را سعیدов چگونه واگذاری میکند در برنامه خبری پیشنهاد شما خواهیم کرد. کمش 9 نفر کشته و 25 کسی دیگر جراحت برداشتند. حمله به قرارگاه یک سازمان خیریوی با وقوع پیوست که با اگنتی رشد بین‌المللی ایالات متحده آمریکا همکاری میکند. مسئولیت حمله را طالبان بر دوش گرفتند. آنها در این حمله نیز نخست از ماشین بمبگذاری شده استفاده کردند. وزارت امور داخلی افغانستان اطلاع میدهد که در مکان حمله یک ماشین دیگر را خونسا نموده کمش 200 نفر را به مکان امن انتقال دادند. در برنامه خبری راجع به این قضیه یا که حادثه نیز صحبت خواهیم کرد. تهدید تپه به 8 دهه در وحدت. ساکنان جماعت گلستان شهر وحدت میگویند که طول نیمو میشود خواب و آرامش را گم کردند و بیم از آن دارند که مبادا زیر تپه که به ایست میفراید نمانند. علاقه این تپه زمین های کشت را زیر کرده است و بعضی از مردم به خانه پیوندانشان کوچیدند. همچنین لغزش تپه باعث شده است که چند دهه از آب محروم شود. همکاران ما برای نوارگیری به این منطقه رفتند و در برنامه خبری شما میتوانید در این باره گزارشی مفصل را تماشا کنید. نانخورک را حزب مخالفان فرستاده. بینندگان عزیز اگر در برنامه خبری ما را تماشا کنید یک نواری را خواهید دید که چگونه به هنگام برنامه مستقیم تلویزیونی پرزیدنت فیلیپین یک نانخورک عظیم جوسه را میبیند در کتفش و در این لحظه رهبر فیلیپینی به تهلکه نیفتاده حتی شوخی نیز میکند که آن را حزب مخالفان در کتفش جای دادند. خب اگر این نوار برای شما جالب است پس با ما بیایید در بخش مستقیم برنامه خبری که طوری گفتم ساعت 1 با وقت پراگ، ساعت 4 با وقت دوشنبه و ساعت 2 با وقت مسکو پیشنهاد شما عزیزان می شود. ما همه شما را منتظر می شویم و تا ملاقات بعدی خدا نگهدار.